انگیزه من و شما برای انجام کارامون چیه؟ اگه به ما هم مثل خیلی از آدمای دیگه پاداشای بیرونی مثل پول انگیزه میده، این یه اشتباه بزرگه. نویسنده این کتاب میگه دوران چماق و هویج به سر اومده و باید هر چیزی که درباره انگیزه تا حالا میدونیم همه رو فراموش کنیم و یه سری چیزای جدیدتر تو این رابطه یاد بگیریم. اینکه انگیزه چیه، چجوری شکل میگیره، اصلا انگیزه میگیریم، انگیزمون رو دست میدیم یعنی چی و چطور میتونیم انگیزمون رو بالا ببریم، موضوع این کتابه. به نام خدا، سلام. شما اپیزود 37 پادکست کتاب جیبی رو میشنوید که در خرداد ماه 1400 منتشر میشه. کتاب جیبی هم پادکستی هست که در هر اپیزودش من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه یک کتاب رو برای شما تعریف میکنم که اگر شما هم خوشتون اومد اون کتاب رو بخونید. ضمناً این اپیزود اول از فصل 4 پادکست کتاب جیبی هست. عنوان کتاب این هفته هم هست درایو یا انگیزه با عنوان کامل The Surprising Truth About What Motivates Us. حقایقی شگفت‌انگیز درباره آنچه به ما انگیزه می‌دهد. نوشته آقای دنیل پینک. با هم بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی این نویسنده رو بشنویم. There's a mismatch between what science knows and what business does, and here's what science knows. 1, those 20th century rewards, those motivators we think are the natural part of business, do work, but only in a surprisingly narrow band of circumstances. 2, those if-then rewards often destroy creativity. 3, the secret to high performance isn't rewards and punishments, but that unseen intrinsic drive, the drive to do things for their own sake, the drive to do things because they matter. And here's the best part. Here's the best part. We already know this. The science confirms what we know in our hearts. So, if we repair this mismatch between what science knows and what business does, if we bring our notions of motivation into the 21st century, if we get past this lazy, dangerous ideology of carrots and sticks, we can strengthen our businesses, we can solve a lot of those candle problems, and maybe, we can change the world. I rest my case. نویسنده اینجوری شروع میکنه که تو اواسط سال 2000 2 دانشمند جوان دست به یه آزمایشایی زدن که اگر این آزمایش‌ها رو پیشو میگرفتن میتونستن دنیا رو زیر و رو کنن. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. اون آزمایش چی بود؟ یه استاد روانشناسی دانشگاه ویسکانسین آمریکا به نام هری هارلو با 2 از همکاراش اومد توی آزمایشگاه 8 میمون آزمایشگاهی رو به مدت 2 هفته برای اینکه روی اونها در مورد یادگیری آزمایش انجام بده نگه داشت. یه معمای مکانیکی خیلی خیلی ساده از نگاه ما انسان‌ها برای اونا طراحی کرد. آزمایش کجا داره انجام میشه؟ تو یکی از اولین آزمایشگاه دنیا که برای مطالعه رفتار نخستی‌ها تأسیس شده. میمون‌ها باید 3 کار رو انجام میدادن. 3 کاری که برای ماها به عنوان انسان خیلی ساده است ولی برای میمونا نه. این 3 کار چیه؟ باید سوزن عمودی رو بکشن، یه قلاب رو آزاد کنن و در نهایت یه زبونه لولادار رو بلند کنن. پژوهشگرا اومدن این وسیله رو گذاشتن تو قفس میمونا ببینن اینا چه واکنشی نشون میدن. میتونن این 3 معمای برای ما انسان‌ها ساده و البته برای اونها سخت رو حل کنن یا نه. یه مدت که گذشت اتفاق عجیبی افتاد. میمونا بدون اینکه آزمایشگرا اینا رو بخوان تحت فشار بذارن یا مثلا به اینا یه دستوری بدن، با لذت شروع کردن ور رفتن با این وسیله. تو مدت زمان کوتاهی تونستن که از طرز کار عجیب و غریب این اختراع سر در بیارن.
میمونا روزای 13 و 14 آزمایش که شد کاملا اوستاکار شده بودن. معماها رو بارها و بارها به سرعت حل کرده بودن، به طوری که تو 2/3 موارد رمز معما رو تو کمتر از 6 ثانیه میتونستن حل کنن. خب این قضیه واقعا عجیبه دیگه. هیچکی به میمونا یاد نداده بود که چجوری سوزن رو بکشن، قلاب رو آزاد کنن، زبونه رو بردارن. وقتی هم که موفق شدن کسی بهشون پاداش نداد. خوردنی، آغوش گرمی، تشویقی، نه، هیچ خبری نبود. این اتفاقی که میمونها رقم زدن با نظریه‌ای که درباره انسان‌های نخستی یا همون انسان‌های اولیه و حتی انسان‌های امروز وجود داشت کاملا مغایر بود، مختلف بود. اون نظریه این بود که آدما بر اساس 2 عامل و 2 محرک رفتار میکنن. یعنی 2 به اصطلاح نویسنده سائق دارن. انگیزه اول آدما برای انجام کارا که از این بعد ما اسمشو میذاریم مدل A، زیست شناختی بود. یعنی فیزیولوژی انسان توش دخالت داشت. گرسنگی، تشنگی، غریزه جنسی. و انگیزه دوم که از این به بعد ما با عنوان مدل B، نوع B ازش یاد میکنیم، پاداش و تنبیه بود. پس محرک اول محرک درونی بود، گرسنگی، تشنگی. محرک دوم محرک بیرونی بود، پاداش و تنبیه. عجیب این بود که هیچ کدوم از این 2 محرک درباره میمونا کار نمیکرد. قضیه چی بود؟ هارلو اومد یه نظریه جدید رو مطرح کرد. گفت من اسمشو میذارم محرک سوم، انگیزه سوم یا نوع و مدل C. یعنی ممکنه شما یه کاری رو انجام بدی ولی به خاطر پاداش درونی، نه پاداش بیرونی. این دیگه یه مدل جدیده. میمونا فقط به خاطر اینکه خوششون میومد این معما رو حل کنن این کارو کردن. از این کار لذت میبردن. پس لذت انجام کار شد پاداش کار که اسمشو میذاریم مدل C یا انگیزه نوع سوم که به هیچ کدوم از اون انگیزه‌های قبلی شباهت نداره. این نظریه رو که هارلو داد، نظریه‌های دیگه شروع کرد پایه‌هاش لرزیدن و حتی نظریه پردازا اومدن به جنگ این بنده خدا. هارلو بالاخره اسم این محرک رو گذاشت انگیزه درونی. تا به حال انگیزه ها بیرونی بود مثل پاداش و تنبیه، اما این جنسش فرق میکرد، یه مدل خاصی بود. انگیزه بود اما درونی. و جالب این بود که مستقل بود، تابع اون 2 محرک و انگیزه نبود. چطوری تابع اون 2 نبود؟ مثلا میمونا وقتی بهشون یه پاداشی میدادن، چند تا دونه کشمش بهشون میدادن، قاعدتاً بعد عملکرد اینا بهتر میشد دیگه، اما برعکس خطاهاشون بیشتر میشد. هارلو هم بلافاصله نوشت که خوردنی دادن به اینا باعث میشه که برعکس عملکردشون مختل بشه. خب این تو هیچ مقاله علمی تا اون موقع گزارش نشده بود. واقعاً یه اتفاق عجیب و غریب بود. اون موقع فقط همین 2 نظریه‌ای که اول بحث گفتیم سر زبونا بود. یعنی آب و غذا به عنوان انگیزه درونی و پاداش و تنبیه به عنوان انگیزه بیرونی. همین. اینجا بود که هارلو زنگ خطر رو به صدا در آورد که باید به این محرک سوم توجه کنیم. متاسفانه هارلو به جای اینکه پی این نظریه رو بگیره و کاملش بکنه، کلن این پژوهش رو گذاشت کنار. 2 دهه بعد یه دانشمند روانشناس دیگه‌ای به نام ادوارد دیسی اومد سر سفره‌ای که هارلو پهن کرده بود نشست. در مورد انگیزه خیلی کنجکاو بود بدونه و احساس میکرد که دانشمندا تو این زمینه برداشت درستی ندارن. دیسی این بار به جای اینکه از معمایی که هارلو استفاده کرده بود استفاده کنه، اومد از مکعب سوما استفاده کرد. مکعب سوما 7 قطعه پلاستیکی بود که 6 داشت از 4 مکعب تشکیل شده بود و یکیش از 3 مکعب. بازیکن‌ها میتونستن این 7 قطعه رو با میلیون‌ها ترکیب ممکن رو همدیگه سوار کنن. دیسی اومد این مکعب‌ها رو در اختیار دانشجوهای مختلف گذاشت. آزمایش‌های مختلف رو اینا انجام داد. شبیه همون کاری که هارلو انجام داد. منتها اومد پاداش رو اضافه کرد، خوردنی رو اضافه کرد، اما جوابی که گرفت همون جوابی بود که هارلو گرفته بود. دیسی با این آزمایش نشون داد که حرفایی که دانشمندا درباره عملکرد ما آدما میزنن درست نیست. دانشمندا اون موقع میگفتن، الانم هنوز این نظریه داره داده میشه که آقا میخوای یه نفر رو تشویقش کنی بهش پول بده.
محرک مالی براش ایجاد کن، انگیزه براش بساز با این پول. اما دیسی گفت آزمایش من چیز دیگه داره نشون میده که اگر شما این کارو بکنید دیگه آدما به اون سوژه علاقه نشون نمیدن. اون انگیزه درونی به تعبیر هارلو از بین میره. البته پاداش میتونه مشوق کوتاه مدت باشه، اما تو بلند مدت عکس عمل میکنه، یعنی انگیزه رو از آدما میگیره. حرف دیسی این بود که شما به تمایلات ذاتی انسان توجه نمیکنید. مثل این که انسان ذاتاً دوست داره دنبال چالش باشه، دوست داره استعدادشو گسترش بده، دوست داره دست به اکتشاف و اختراع بزنه، دنبال چیزای جدیده. این محرکای بیرونی مثل این پاداش‌ها و تنبیه‌ها نمیتونه انگیزه بخش برای او باشه. در نهایت یه مقاله تکمیلی هم نوشت و ادعاش رو اونجا مطرح کرد. گفت اگر میخواید انگیزه بچه‌ها، انگیزه کارمندا، انگیزه دانش آموزا و دانشجوها رشد پیدا کنه، پاداشای مالی رو بذارید کنار. جواب عکس میده. واقعا هم عمرشو گذاشت رو این نظریه و خیلی هم دشمن پیدا کرد. خیلی ها جلوش وایستادن. دست آخرم از دانشکده اصلا پرتش کردن بیرون. اما 40 سال بعد همین دانشمند به نویسنده کتاب آقای دنیل پینک برگشت گفت که بحث برانگیز واقعا داستان. هیچکی انتظار نداشت که پاداش اثر منفی داشته باشه و من حرفی که هارلو زده بود رو کشف کردم درسته. خودم امتحان کردم دیدم درست میگفت. آقای دنیل پینک میگه من کتاب درایو، کتاب انگیزه رو نوشتم که نشون بدم حرفایی که تا حالا زده شده درباره انگیزه هیچ محلی از اعراب نداره. حرفایی که اتفاقا این دوتا دانشمند یعنی هارلو و دیسی در مورد انگیزه زدن، اینا به واقعیت نزدیکتره. اما مشکل چیه؟ چرا دنیای کسب و کار هنوز چسبیده به همون انگیزه های بیرونی؟ چرا تنبیه و پاداش رو همش ملاک قرار داده برای انگیزه دادن؟ میگه جوابش اینه که هنوز نفهمیده انگیزه درونی با آدما چی کار میکنه. هنوز اینو نتونسته درک بکنه. ولی متاسفانه همون روش‌های سنتی هنوزم ادامه داره، در صورتی که بیشترش واقعا بی استفاده است، مضر حتی. حالا این اومده تو سیستم مدرسه‌های ما هم نفوذ کرده. خب وقتی خشت اول گر نهاد معمار کش، تا ثریا میرود دیوار کش. این دانش آموز تو دانشگاه بعد تو محیط کارم همش دنبال اینه که پاداش بگیره، تشویق بشه تا انگیزه یه خورده پیدا کنه. البته ایشون نفی نمیکنه کاملا پاداش بیرونی رو. گفتیم تو کوتاه مدت ممکنه جواب بده، ولی تو بلند مدت نه، برعکس عمل میکنه. با مثالهای مختلف و متعدد آقای دنیل پینک به ما میخواد بگه که روش‌های سنتی عمل نمیکنه، باید بریم سراغ انگیزه درونی. با یه مثال تجاری شروع میکنه. میگه مایکروسافت رو نگاه کنید، اومد یه دانشنامه منتشر کرد و شروع کرد این دانشنامه رو فروختن. اما ویکی‌پدیا محصول هیچ شرکتی نبود. افراد به صورت تفننی می اومدن مقاله می نوشتن، ویرایش می کردن، بارگذاری می کردن. $1 هم به کسی پول داده نمی شد. مشارکت کننده ها ساعتها رایگان کار می کردن. دانشنامه هم رایگان منتشر می شد، به صورت برخط دست مردم می رسید. حالا اگه شما یه اقتصاددان بپرسید که 15 سال دیگه کدومی که از این دانشنامه محبوب تر میشه، بزرگتر میشه، به شما حتما بی برو برگرد میگه که دانشنامه‌ای که مایکروسافت داده بیرون. چرا؟ چون پشتش پاداشه. پاداش میده به کارکنانش برای اینکه این دانشنامه رو تنظیم بکنن. اما عملا میبینیم این اتفاق نیفتاد. مایکروسافت بعد از 16 سال پولم داد، پاداشم داد، دستمزدم داد. به کیا؟ به نویسنده ها، به ویراستارا، به مدیرا. اما این دانشنامه متوقف شد. ویکی‌پدیا چی؟ بعد از 9 سال، نه 16 سال، بعد از 9 سال از شروع به کارش هی بزرگتر شد، محبوبتر شد، شد دانشنامه جهان.
خب ماجرا چی بود؟ طبق قاعده انگیزه بیرونی پاداش و پول باید کار کنه، چرا کار نکرد؟ جواب آقای دنیل پینک اینه که میگه ببینید نگاه جاری وقتی انگیزه بیرونی بود نتیجهش میشه همین. بعد برای اینکه این نظریه‌اش رو توضیح بده میگه نگاه کنید ببینید کامپیوتر، موبایل، اینا همه سیستم عامل دارن دیگه. جامعه هم سیستم عامل داره. سیستم عامل قدیمی جامعه این بود که پول بیشتر، انگیزه بیشتر. اما سیستم عامل جدید اینو قبول نمیکنه، پس میزنه. این باید آپدیت بشه، باید به روز رسانی بشه. دیگه اون سیستم عامل تو این جامعه جواب نمیده. بعد آقای دنیل پینک 3 استدلال میاره برای اینکه بگه اون سیستم عامل مشکل داره، نقص فنی داره، جواب نمیده دیگه. دلیل اولش اینه که میگه نگاه کنید تو قرن 21 چجوری داره الگوی تجاری پیش میره. الان قدرتمندترین الگوی تجاری چیه؟ منبع بازه، اوپن سورس. مثلا میخواید یه کفش کتونی سفارش بدید، میخواید وضعیت آب و هوا رو ازش خبردار بشید، از منبع باز استفاده میکنید. رایگان هم هست. مثلا میری تو فایرفاکس، این مرورگر شروع میکنه اطلاعاتی که شما نیاز دارید رو به شما میده. مرورگر چجوری داره به روز میشه؟ یه عده داوطلب تو سرتاسر دنیا هستن که کمک میکنن به این مرورگر. یعنی یه کارکنانی که بدون چشم داشت دسترنجشون رو دارن بذل و بخشش میکنن. منبع باز برگرفته از چیه؟ انگیزه درونی. مثل چی؟ مثل لذت. من لذت میبرم از اینکه این کارو بکنم. این بالاترین انگیزه است. تمام حرف آقای دنیل پینک اینه. لذت باعث میشه که من انگیزه درونی پیدا بکنم. دومین دلیلی که اون سیستم عامل برای جامعه جواب نمیده اینه که الان دیگه اقتصاددانا هم متوجه شدن که انگیزه درونیه که داره کارو پیش میبره. چرا؟ چون دیگه این نظر عوض شده که انسان یک ماشین پول جمع کنه، پول روی پول بذاره. نه دیگه انسان اون آدم نیست. دلیل سومی هم که ایشون میاره اینه که کارها تو عصر ارتباطات داره به صورت کارهای اکتشافی انجام میشه، نه کارهای الگوریتمی. کار الگوریتمی چجوریه؟ یه مجموعه دستورالعمل ثابت توی مسیر مشخص، نتیجه مشخص. مثلا یه نفر صندوقدار فروشگاه مواد غذاییه، کاری رو انجام میده که بهش میگن بارها و بارها این کار رو تکرار میکنه. وقتی تکرار شد میشه الگوریتمی. اما اکتشافی چیه؟ برعکس اونه. اکتشافی پایش احتمال، آزمونه. شما باید خطا کنی، شما باید آزمون کنی تا به نتیجه برسی. مثل اینکه به شما بگن یه آگهی تبلیغاتی درست کن، تمام خلاقیت تو باید بریزی وسط. وقتی شما نگاه میکنید به قرن 20 میبینید کارا بدنی بود، سفت کردن پیچ با آچار بود، حتی کارهای اداری و دفتری یه روال تکراری داشت. اما امروز نگاه میکنید تو کشورهای پیشرفته دارن به خارج از مرزها کاراشون رو سفارش میدن، برای اینکه براشون ارزونتر تموم میشه. مغروم به صرفه نیست دیگه بخوان کارهای دستی رو، کارهای یدی رو خودشون انجام بدن. کارو میسپارن به کشورهای جهان سومی، به کشورهای در حال توسعه، حتی کشورهای عقب مونده که اونجا کارگر ارزونه و مدلشون هم الگوریتمیه. نتیجه هم ازش میگیرن. یه کسی 10,000 کیلومتر اون طرفتر نشسته، پاسخ درست رو پیدا میکنه، آنن میفرسته برای سفارش دهنده. دیگه الان کشورهای پیشرفته دارن اینجوری عمل میکنن. اون مدل قدیمی دیگه منسوخ شد. بعد آقای دنیل پینک از آمریکا مثال میاره، میگه نگاه کنید شرکت مکینزی رو، فقط 30% کاراش الگوریتمیه، 70% کارا اکتشافیه. یعنی سفارش میدن، براشون تهیه میشه، آماده میشه. یه دلیل مهمشون هم برای این کار اینه، میگن کار روزمره رو میشه بیرون از کشور انجام داد، اما کار هنری، کار احساسی، کار بی‌روال رو نمیشه اینجوری بهش رفتار کرد. بعد شما پژوهش‌هایی که تو این زمینه به دست اومده رو نگاه میکنید، میبینید سیاست هویج و چماق برای کارهای الگوریتمی خوبه، اما کارهای اکتشافی رو میترکونه، میپوکونه. نتیجه چیه؟ نتیجه این که انگیزه اگر درونی بود میشه خلاقیت، انگیزه اگر بیرونی بود اصلا خلاقیت رو نابود میکنه. آقای دنیل پینک میگه الان اقتصاد دنیا بر این مبنا استواره، اینجوری داره پیش میره. دلیلش هم اینه که کار داره از حالت روالی خارج میشه، آدما بیشتر میرن سراغ کارهایی که خلاقیت توش هست، نوآوری توش هست و کارهایی که بهشون لذت میده. کارهای روتین رو سعی میکنن بسپارن دیگران انجام بدن.
البته خود آقای دنیل پینک هم میگه این چیزی که من گفتم تو همه کشورها نیست، تو یه سری از کشوراست و هنوز به صورت یه عرف در نیامده. هنوزم مردم نگاهشون نگاه پاداش بیرونیه، هنوز نگاهشون تنبیه بیرونیه، لذت بخش بودن یه کار نیست. مثلا اگه کار خسته کننده بود باید کارمند رو زیر نظر بگیری که یه موقع از زیر کار در نره، به محض اینکه در رفت باید تنبیهش کنی. یا برعکس اگه یه کاری خسته کننده است برای اینکه افراد برن سراغش، پاداشای مالی براشون بذار. نویسنده این کتاب میگه آمارای آمریکا میگه که آمریکا بیش از 18 میلیون کسب و کار داره که اینا کارفرما ندارن، کسب و کارهایی که حقوق بگیر ندارن. اینایی که تو این کسب و کارها هستن زیر دست ندارن، کسی اونا رو مدیریت و تشویق نمیکنه، رئیس ندارن، رئیس خودشونن، کسی ادارهشون نمیکنه، بهشون انگیزه نمیده. اینا خودگردان هستن اما به خوبی دارن کاراشون رو انجام میدن. الان این مدل که بالا سر طرف وایسته ببین کارش چطور انجام میده دیگه منسوخ شده. اصلا اگه کسی انگیزه نداره نمیذارن توی مجموعه بمونه، میگن آدم بی انگیزه به درد ما نمیخوره. به خاطر همینه شما میبینی کار وقتی جذاب میشه، کار وقتی بدون روال میشه، تکراری نمیشه، میشه لینوکس، میشه ویکیپدیا، میشه فایرفاکس. چقدر مؤثر از کار در میاد، چقدر عالی جواب میده. کتاب میگه یکی از رهبرای تجاری یه حرف خیلی ساده‌ای زده بوده ولی توش دنیایی از مطلبه. گفته بوده که وقتی من میخوام مصاحبه شغلی بکنم با داوطلبا، اگر بهشون بخوام یاد بدم انگیزه چیه و باید دنبال انگیزه باشی، میگه همون موقع من عذرشو میخوام، میگم این به درد من نمیخوره. من دنبال آدمای با انگیزه تو کار برای استخدام میگردم. البته این مطلب رو هم نویسنده اضافه میکنه که میگه من نمیگم کلن سیاست هویج و چماق همش بده، نه، میگه اصلا این حرف که علمی نیست، اگه بگیم کلن اون باید بذاریم کنار. میگه ما باید مزایایی که این نظریه داره رو هم بپذیریم و ممکنه فعلا با همین روش بریم جلو تا اینکه اون روش انگیزه درونی جایگزین این روش بشه. بر همین مبنا میاد یه نظریه جدیدی رو ارائه میکنه به نام نوع IX. I ضرب در X نتیجهش میشه انگیزه. I چیه؟ میل درونیه. X چیه؟ محرک بیرونیه. اگر انگیزه درونی ضرب در محرک بیرونی شد میشه محرک سوم. پس مدلی که ایشون ارائه میکنه مدل سومیه به نام IX. آیش رو از واژه اینترینسیک گرفته و Xش رو از واژه اکسترینسیک. IX I محرک درونی، X محرک بیرونی. میگه اگر هر دوتای اینو در هم ضرب بشه دیگه قوقا میکنه. برای همینه که من میگم سیاست چماق و هویج رو نذاریم کنار، اون تنبیه و تشویق رو نذاریم کامل کنار، هنوز هم اون رو ازش استفاده بکنیم بهینه. نکته تکمیلی که درباره این مدلم میگه اینه که 3 تا پایه و 3 تا عنصر این مدل IX داره. پایه اولش استقلال عمله، پایه دومش تبحره، پایه سومش آرمانه. اصلا انگیزه رو این 3 تا میسازه. استقلال عمل یعنی چی؟ یعنی یک کارمند کاری که انجام میده، زمانی که درشون کار رو انجام میده، تیمی که باشون کار میکنه، تو همه اینا آزادی عمل داشته باشه. اگه یه سازمانی استقلال عمل داد به همکاراش، از رقباش میزنه جلو. پایه دومش تبحره. تبحر یه گنجه اما رنج میخواد تا به این گنج آدم برسه. تبحر اینه که تلاش کنی، استقامت کنه انسان، تمرین کنه، باعث میشه این مهارت رو به دست بیاره. اینم میشه عنصر دوم. عنصر سوم این مدل از انگیزم اینه که انسان آرمانخواه باشه. آرمانخواهی هم یعنی به جای اینکه دنبال سود بیشتر انسان باشه، دنبال یه نتیجه بهتر و با کیفیت تر باشه. تو بخش آخر کتاب هم نویسنده یه جعبه ابزار ارائه میکنه برای اونایی که علاقمند هستن به تمرین کردن، به کار عملی انجام دادن و میگه این همه فن حریف و چند کار است جعبه ابزارش، به درد خیلی ها میخوره. البته میگه به ترتیب ممکنه به کار شما نیاد ولی میتونید تو هر قسمتش که علاقه داشتید شیرجه بزنید توش. مثلا 9 تا راهبرد ارائه کرده برای اینکه انگیزه رو در ما بیدار کنه، یا 13 تا راه بر ما معرفی کرده که بتونیم ادارمون، گروهمون و شرکتمون رو ارتقا بدیم، یا 15 تا کتابی که ضروریه ما تو این زمینه بخونیم و معرفی کرده.
7 متفکر دنیای تجارت رو به ما معرفی کرده و در آخرم 4 توصیه کرده برای اینکه انگیزه بیشتری تو کارهامون ما پیدا بکنیم. چیزی که شما شنیدید اپیزود 37 پادکست کتاب جیبی بود، خلاصه کتاب درایو یا انگیزه نوشته آقای دنیل پینک. ممنون و متشکر از اینکه ما رو میشنوید، ما رو به بقیه معرفی میکنید و همراه ما هستید. روز و روزگار بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.